با درودهای بیکران خدمت بینندگان تلویزیون تماشا، امیدواریم تا این لحظه شاد و خرم بوده باشید. آغاز می‌کنیم چهارمین برنامه از سری برنامه‌های تلویزیون تماشا. در برنامه گذشته در مورد چگونگی و چرایی وجود تلویزیون تماشا با شما صحبت کردیم. برنامه تلویزیون تماشا که بیشتر برنامه‌اش فرهنگی هنری خواهد بود، با همکاری خانم نگار زراسی، خواننده جوان اپرا، در خدمت شما خواهیم بود. ضمن درود سلام خدمت خانم نگار عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه تلویزیون خیلی ممنون. تماشا. مرسی. سلام علیکم به همه بینندگان عزیز، امیدوارم خوب و شاد باشید. خب خانم زراسی، برنامه‌های آینده تلویزیون تماشا بناست که شما با بینندگان عزیز ما در تماس باشید و اطلاعات فرهنگی و هنری شهر، ولی مخصوصا در مورد خودتون بیشتر که کار اپرا میکنی رو در خدمت شما باشیم و این خبرهای هنری رو بینندگان عزیز از شما دریافت بکنن. درسته. ما تو برنامه همین کار رو خواهیم کرد، ولی قبل از اون میدونید که فردا نه پس فردا، یعنی شنبه 23 فوریه یک برنامه هنری در همین محل، البته اینجا استودیوی تلویزیونی اونور که یه سالن اجتماعات هستش، گروه فرهنگی آقای باجلان تشریف میارن با گروهشون به نام گروه رومی. اینجا کنسرت خواهد بود، بخصوص که تعدادی از کور ایشون هم تشریف میارن اینجا و فکر میکنم که اگر شما فرصت داشته باشید روز شنبه این کنسرت رو ببینید، در مورد کورشون صحبت بکنیم. فکر میکنم خیلی خوب بشه، هر کی میتونه حتما بیاین. حتما. این به این منظوره که این آقای باجلان که شعرهایی از شیرین و خسرو نظامی گنجوی رو تو این برنامه میخواد بخونه، بخصوص برای جوانهای نسل دوم که در این شهر هستش جالب خواهد بود به نظر من که برای اولین بار اصلا پرداخته میشه به همچین برنامه‌ای. البته اطلاعاتی رو در همین الان برای شما عزیزان خواهیم داشت. به یک آگهی کوچیک در مورد این کنسرت توجه بکنید. جلوه کنان می روی و باز می آیی. کنسرت گروه موسیقی رومی. جلوه کنان می روی و باز می آیی. به سرپرستی بهرام باجلان. شنبه 23 فوریه با منظومه شیرین و خسرو اثر نظامی گنجوی. مکان یرمتوریت سودرا آلکاتان 1B. ساعت شروع برنامه 6:30 بعد از ظهر. قیمت بلیط 100 کرون. تلفن اطلاعات 0707 74 57 14. خانم زراسی، اینم که خب تبلیغی بود که در مورد کنسرت پس فردا. حالا میرسیم در خدمت شما در مورد برنامه‌های. شنیده بودم شما یه برنامه خاصی داشتید در این هفته. بله، من اتفاقا همین پریروز بود که از اسلو برگشتم. بله. چه خبر از اسلو؟ اسلو خیلی خوبه، شهر خوبیه. یه در واقع بهش میگن مسکراد بال، دیگه به فارسی نمیدونم چی میشه، بال مسکه. نقاب. بله. بعد این یه تردیشونی که دارن چندین سال، هر سال اینو در واقع یه کنسرت و یه سالن خیلی خوشگلیه تو خود اسلو که اینو کرایه میکنن. بعد همه با این لباسای عجیب و غریب و مخصوصا مال سال 1700 و 1800 با موهای مختلف و لباسای خوشگلی. و یه ارکستر سمفونی هم هستش که تمام شب با اینا یعنی میزنه که اینا میرقصن و توی خود ساختمون جاهای مختلف کنسرت‌های مختلف انجام میشه. بعد هم خواننده هستش، موزیسین هستن، طور قاطیه. و من یکی از همین خواننده بودم که دیگه با ارکستر میخوندم. چه جالب.
من البته تو فیلم‌های هالیوودی دیده بودم یه همچین چیزی، ولی اصلا نشنیدم که وجود خارجیش این جذب داره. خیلی باحاله، اینقدر جالب آدم خودش احساس میکنه توی داستانی وقتی اونجا هستی، میدونی همه چیز انگار 2013 خیلی دوره، یه دفعه مثلا 200 سال پرت میشی توی به وقت گذشته و خیلی جالبه. وقت نقاب داشتن دیگه، مسکر، یعنی با همون مسکر دارن آره تا ساعت 12. من دیگه و کی رو میشناسه؟ هیچ کی نمیشناسه، ولی خب برام میشناسه. حالا مجبور نیستی نقاب داشته باشی، ولی خب ولی جالبه که داشته باشی. آره چه زیبا. منم خیلی همچین کنجکاو شدم که این برنامه رو ببینم چجوری. خب در اونجا چیکار کردید خانم؟ من خب به عنوان خواننده اونجا بودم که دیگه هم یه کنسرت کوچیک داشتم، همین که با ارکستر، همون لحظه بعد از اینکه نقاب در اومد من یه آهنگی با ارکستر خوندم که به نظرم جالب شد و خوب شد و اتفاقا فیلم برداری هم کردم که اگه دوست داری میتونیم منم ببینیم. حتما. چون رونمایی کردید، گفتین نقاب آروشین رونمایی به فارسی میشه. ما هم میریم قسمتی از برنامه خانم نگار زراسی رو میبینیم. خب نگار عزیز، هم در مورد لباس که تعریف کردیم همینطوری بود، این لباس خیلی زیبا بود. فقط برای همین مسکر، یعنی برای این جشن این لباس تهیه شد؟ اگه بناس که اینطوری برای این جشن که خیلی گرون تمام حالا اگه راستش بگم اتفاقا لباس عروسیم بود و به خاطر همین چند بار استفادهش کردم، ولی خب قصدی که وقتی خریدمش میخواستم برای همین جریان‌های خوندن و برای کنسرت‌های مختلف که دیگه سفید نخریدم، به خاطر همین دیگه صورتی شد. بسیار عالی. خودت من به نظر من که خیلی زیبا بود، با صدای قشنگی که تو داری در این کارام که داری موفق میشه، هی بیشتر کار میکنی. خودت چجوری احساس رضایت داشتی؟ برنامه رو چجوری دیدی؟ منم خودم احساس خوبی داشتم، هم احساس میکردم خود پوبلیک اونجا بودن همه خیلی یعنی انرژی میدادن و همین رهبر ارکستر هم خیلی راضی بود و خودم چرا احساس خوبی داشتم، راضی بودم. همچین برنامه توی یوتیوب احتمالش هست وجود داشته باشه به این شکل، به همین مثلا نقابی اینا نمیدونم، ولی میدونم توی خود یوتیوب اوپران یه بعد از همین 13 داگز افتان یه بال دارن، ولی خب به این شدت نیستش. شدت بزرگش شدید نیست، به این شدت نیستش. بسیار عالیه. خب ما که نمیتونیم اپرا هاوست بریم اونجا رو تماشا کنیم دیگه، انگار رو نمیدونم، به هر حال مهمانان مخصوصی برای این
کنسرت میرن تو اپرا هوست یا نه اون برای همه بازه، ولی خب دیگه نمیدونم قیمتش چقدره، ولی خب یه پول بعد بدی. اینم برای تو نروژ همه هر کی میخواد میتونه بره، یعنی برای کسی به خصوص نیستش، یعنی برای تمام، یعنی واقعا قاطی از جوون تا پیر. بسیار عالی، بسیار. نگار عزیز، ما این برنامه اپرا و بیشتر شما رو تو این برنامه داشتیم برای اینکه جوانان رو در این سن سال و علاقمندان به اپرا یا موسیقی ایرانی رو بیشتر جلب بکنیم به سوی برنامه تلویزیون تماشا، بخصوص جوان‌ها که در این زمینه علاقمند هستن. چه توصیه‌ای دارید؟ چجوری میشه این جوان‌ها رو جمع کرد که به اپرا، بخصوص که شما کارشناسی هم در این زمینه دارید، جمع بکنید و علاقمند بکنید به این کار؟ خب من فکر کنم اول چیز همین آشناییه، یعنی بیان گوش کنن، احساس کنن، ببینن، همین که در واقع بیان توی خود محیط. وگرنه خیلی مشکلی مثلا از طریق تلویزیون یا رادیو، بعد در واقع لایو همون لحظه زنده این در واقع احساسش کنن، وگرنه مشکله. توصیه میکنید که برنامه زنده اپرا رو اینا ببینن، حتما علاقه‌مند میشن. یعنی تا حالا که من احساس نکردم کسی که یه جایی که من رفتم خوندم که شاید مثلا اپرای انتظار نبوده، همیشه مثبت در اومده، یعنی همیشه یه احساس مثبتی گرفتم و اونایی که اونجا بودن که این انتظار نداشتن، اونا هم یه چیز مثبتی بهشون داده شد، چون که یه چیزی که تا حالا در واقع تجربه نکردن و به خاطر همین یه چیز نو میشه. و صدای زنده، یعنی صدایی که بدون میکروفون هم در واقع پخش میشه، یه چیز دیگه است، یعنی کاملا همیشه جلب توجه برام جمع میکنه. حتما کنه. یادمه که یه دفعه جشنی بود طرف رادیوها اینا توی والهالم بود، اینا کجا بود، سالن بسیار بزرگی و زیبایی هم بودشه. و شما هم دعوت بودید و اومدید. وقتی که رفتید پشت میکروفون و پشت میکروفون یادید میکروفون شما برداشتید بود گوشید کنار، به احتیاج واقعا نبود، هیجان بیشتری داشت. بسیار یه چیز خاصیه برام، اصلا یه احساس فیزیکیه، یعنی موها سیخ میشن، میلرزن آدم ها، اینا یه چیز به خصوصیه، یعنی که نمیشه در واقع از طریق تلویزیون یا متاسفانه رادیو در واقع تشکیل داد، چون که یه چیزی که باید زنده. حالا برای آشنایی یا اینکه کسانی که دوستداران اپرا یا خوانندگی هستن کجا میتونن مراجعه بکنن، چجوری میتونن تماس داشته باشن با شما که اطلاعات بیشتری بهشون بده؟ هستش همچین کلاسایی؟ آره، من خودم خب درس میدم، هم فولک یونیورسیتی درس میدم، همین که خصوصی درس میدم و جای مختلف هستش، ارتیستن هستش، موسیقی اسکولن هستش که میشه مثلا دنبال کلاس گشت و اینا. چه کمکی میکنه این کلاس؟ شما چه کمکی میکنید به جوان؟ خب برای مثلا کسی که بیاد با من کار کنه، چیز در واقع قصد من با یه آدم یا یه شخصی که باش کار میکنیم اینه که احساس کنه با صدا کار میکنیم دیگه، فقط با خوندن، یعنی در واقع با تمام صدا. و این باعث میشه مثلا با بدن و نفس و سپورتی که باید داشته باشی و چجوری مثلا بعضی موقع هم چیزای چی میگن روانیه که در واقع مثلا از بعضی ترسا بتونی بگذری، نمیدونم جرأت کنی، جا بگیری، همینا تاثیر میذارن که فقط در واقع خوندن نیستش. یعنی پس شما هم پرورش صدا هم دارید، یعنی صدا رو آموزش میدید، بله میکنید، هم حرکت ها رو، هم کاری که احتمالاً باید رو سن انجام بدن یا در محیط انجام بدن که نگرانی و ترساشون ریخته بشه تا تمرکزشون به صدا بره. در واقع تمرکزشون نه به صدا بره، در واقع به بدنشون، این کاری که بدن باید برات انجام بده که این صدا در واقع بدون مشکل در بیاد. و اینم فقط خوندن نیست، همین خود حرف زدن، برای مثلا سخنرانی، برای خیلی چیزا میشه مصرف کرد. یا یه کسی مثل معلم که همیشه باید حرف بزنه، چجوری مثلا بدنش مصرف کنه که صدا خسته نشه، استفاده کنه از بدنش که بتونه. بسیار جالب. پس ما بینندگان عزیز، اونایی که علاقمند هستن که به هر حال از کلاس‌های خانم زراسی استفاده بکنن، میتونن به آدرسی که از زیرنویس هستش تماس بگیرن، درست. میل بفرستن، من اطلاعات بیشتری را خدمتتون خواهم داد با همکاری خانم زراسی در این زمینه.
خب نگار عزیز، در مورد این هفته چه خبر از کارهای هنری بناست که انگار خبرهای هنری رو که آره چیزا خوبم پیدا کردم. بسیار خواستم اولی خبر بدم، یه کنسرتی هست 24 فوریه ساعت 6 توی سالن موسیکens hus. تو مایوناز. آره مایوناز. بعد از دیگ بشتوریت یه سبزیره هستش، قشنگ اونجاست. بعد یه گروه موزیکی هست به نام استکهلم لیسبوآ پروژکت و اینا در واقع موزیک سوئدی و مال پرتغالو قاطی میکنن و یه خواننده خیلی خیلی خوبی دارن، یه خانومیه و این یه ترادیشونه به نام فادو بهش میگن که مال تیپیک پرتغاله و یه حالت ملانکولیه که فکر کنم به ایرانی‌ها بچسبه و قیمتش هم 200 کرونه و 24 فوریه است در واقع. بعدن هم یه تئاتری هست به نام اوتان تیتل که یه هنرپیشه به نام اردلان اسماعیلیه که یه پسر ایرانیه که خودش این تئاتر رو در واقع نوشته و درباره اینی که وقتی که خانواده‌اش از ایران در واقع فرار کردن موقع جنگ اینا، این در واقع چی معنی داره و vad betyder det att lämna allting och bara dra. یعنی در واقع کسی هست که خودش هم نوشته، خود تیتل تئاترش همینه utan titel، یعنی یه دفعه کی میشی، کی هستی. خودش هم تنهاست رو سن و اینم 25 فوریه است توی سtora teatern و قیمتش رو نمیدونم، ولی اگه کسی دوست داره بره میشه رفت توی همین هوم پیج یا سtora teatern یا göteborg.se اینا همین اینفورماسیون هستش. آره ولی خب خبر خیلی خوبی بود به خصوص جوان ایرانی که به حال ایرانو ول کرده یا فرار کرده در راه اومده، اینقدر تاثیرگذار بوده این مهاجرت که اینجا اومده اینو نوشته داره خودش به تنهایی بازی میکنه. من از همینجا واقعا باید به این جوان ایرانی هم درود بفرستم هم بهش بگم خسته نباشید. اینم اتفاقا چیز بوده، شاگرد همین چی میگن skådespelarlinjen توی استکهلم بوده. اینم مثل پروژکت داشته بود که بعدا این در واقع تشکیل شده به تئاتر رو از طریق اونگا کلارا که یه گروه هستن اینو در واقع تونسته انجام بده و توی خود استکهلم بازی میکنه. الان اتفاقی اومده توی یوتیوب همون یه شب بر روز بعدش هم برای مدرسه ها بازی میکنه. بس 24 فوریه شد 25 دوشنبه است توی سtora teatern. بعدن هم یه گروه دیگه که فکر کنم خیلی باحال باشه، ایرانی هم خوششون بیاد، یه گروهی به نام ریون med FVEN ریون می‌نویسن. اینم 22 مارس هنوز یکم مونده ولی توی سالن پوسترویک. اینم یه گروهیه که از در واقع از خیابان اومدن، یعنی عادت دارن با همین حال یه موزیکی بین بلکن و گیپسی و خیلی شاد و موزیکای کولی و نمیدونم زینگری بهش میگن، چی میگن این موسیک بلکن موسیک شاده بن شروقن کلا خیلی با رقص و ریتم و ایناست. کلا 10 سال تقریبا وجود دارن و همینطوری همیشه خیلی پاپولار بودن، ولی اگه دوست دارین حتما به این گوش کنید. برحال 22 مارس توی پوسترویک. بسیار همینا بود خبرها. یه خبر دیگه هم دارم، اپرا. برحال من که خواننده اپرام، توی الان یه اپرا هست به نام تریستان och ایسولده. اینم یه اپرای آلمانیه از کمپوزیتور واگنر و این از این اپرایی هستش، یعنی 5 ساعت که حتما یه قهوه قبلش بخورین اگه برین. و این یه داستان عشقیه، همین درباره رومیو جولیت نیستش ولی خب یه چیزی چی میگن رومیو جولیت آلمانیه. خب و اینو تا 23 مارس بازی میکنن. اگه بیشتر چیز میخواین، اطلاعات میخواین، برین تو خود سایت یوتیوب اوپرا که اونجا همه چیز نوشته و روزایی که بازی میکنن و قیمت و امیدواریم یه برنامه اپرا هاوس داشته باشه که موزیکال باشه، چون قول داریم به یکی دو تا از دوستانی که به ما زنگ زنده علاقه‌مند بودن یه حالت موزیکال دوست داشتم برن. اینو نمیدونم حالا کی ان شاءالله این خب هستش الان یه موزیکال به نام چس
چس هستش. آره که تا فکر کنم همون وسطای ماشون هم بازی میکنن، ولی اگه میخوایم برین حتما از همین الان آره چون که بلیط‌ها خیلی زود دارن تموم میشن. تموم. Jag borde kanske känna mera än jag gör, bli trasig inuti. Inte jag att känna tårar bränna när en kärlek dör, den tiden är förbi. Vem ser ett barn som saknar vapen, utan värn står han kvar alltid. بسیار عالی، مرسی. خواهش نگار میکنم. عزیز خیلی خبرهای خوب فرهنگی دادید. بله. خوشحال کننده، به خصوص که علاقمندان جوانم به این برنامه کشیده میشن. خیلی جالب. حالا در مورد این هنرها گفتیم، جوانان صحبت کردیم، حالا بریم یک هنرمند ایرانی رو که هم جوونه، هم صداش خوبه، هم صدای باباشم خوبه معرفی بکنیم. البته این کاری که میخوام معرفی بکنیم کاری از آقای حمید متبسم، یعنی به رهبری ایشون هستش که آقای همایون شجریان، پسر آقای شجریان، این کنسرت رو اجرا کردن و بسیار عالیه. یعنی سخت‌ترین کاری که احتمال داده میشه در ایران برای یک جوان بکنن این سیمرغ هستش که یه مقداری حالت خوانندگی کلاسیک هم داره که کلاسیک. به نظرم جالب اومد که بعد از این معرفی کارهای هنری در گوتنبرگ یه سری هم بزنیم به این کنسرت زیبای آقای حمید، یعنی کار زیبای آقای حمید متبسم با صدای قشنگ آقای همایون شجریان که حالا یه تیکه‌ای رو میشنویم، میبینیم، بعد برمیگردیم در خدمت شما هستیم با خانم نگار زراسی. نبود هیچ فرزند مرسام را، دلش بود جویا دلارام را، نگاری بودن در شبستان ز گلبرگ رخ داشت و از مشک مو، از آن ماهش امید فرزند بود که خورشید چهره برومند بود، ز سام نریمان همو بار داشت، ز بار گران تنش آزار داشت. در جدا شد بدان
ولیکن همه موی بودش سپید. یکی پهلوان بچه شیرده نماید بدین کودکی چیرده. تنش نقره پاک و رخ چون بهشت، برو بر نبینی یک اندام زشت. برو بر نبینی یک اندام زشت. کسی سامه یل را نیارست گفت، کسی سامه یل را نیارست گفت، نیارست گفت. که فرزند پیرامون است گفت، که فرزند پیرامون است گفت. خب اینم از کار زیبای همایون شجریان به رهبری این کنسرت، به رهبری آقای حمید متبسمی. زمان زیادی آقای متبسم رو در گوتنبرگ داشتیم و هنرمند بسیار توانایی است در زمینه آهنگسازی و نوازندگی. امیدواریم به زودی بازم ایشون رو در گوتنبرگ ببینیم. خانم زراسی، بنا بود که یک کنسرتی هم که خودتون در هفته آینده دارید اونو معرفی نکردید. اگه کسی دوست داره برنامه یک شنبه ساعت 6 توی کلیسای ستینخه توی خود مندال یه تمام 1 ساعت کنسرت با یه پیانیست به نام لو و پتشون که ما با هم یه برنامه داریم و ورودش هم مجانیه، هر کسی میخواد میتونه بیاد. چه ساعتیه؟ ساعت 6 یک شنبه بعد ساعت 6. خیلی خوبی است. به هر حال دوستان علاقه‌مند به خوانندگی کلاسیک، بخصوص خوانندگی خانم نگار، برنامه بسیار خوبه، چون یه قسمت‌هایی را از این برنامه شبیه اینو ما پخش کرده بودیم چند هفته پیش. بسیار زیباست، منتظریم که شما رو در اونجا ببینیم. خیلی متشکرم از مرسی. برنامه‌ها، اطلاعاتی که دادید، حضورتون در این برنامه. البته خب بینندگان عزیز دیگه میدونن که ایشون از همکاران ما خواهم بود در زمینه اطلاعات فرهنگی و هنری این شهر. هر برنامه از تلویزیون تماشایشون در خدمت شما هستم. اگر اجازه بدید در حضور شما از بینندگان عزیز با دیدن این برنامه خداحافظی میکنم تا هفته دیگه شما رو مجددا در این برنامه خواهیم دید. برای خداحافظی اگر صحبتی دارید بفرمایید. خداحافظ. خب تا برنامه بعدی شاد و خرم باشید.